سلام، به آشپزخونه کوچیک من خوش آمدید. میخوایم با هم دیگه کلی غذاهای خوشمزه درست کنیم. دستور امروز سوپ جو. برای سوپ جو نیاز داریم نصف سینه مرغ، 300 گرم جعفری، نصف پیمانه جو، هویج نگینی. از طعم بی‌نظیر لیمو تو غذاهاتون غافل نشید. قارچ اسلایسی، پیاز رنده شده، نمک، فلفل و رب به همراه پوره گوجه. برای اول ما سینه مرغمون رو آبپز میکنیم. 2 تا نکته داریم. نکته اول، اگر بخواید سوپ جو رو برای بیمار درست بکنید باید بدون روغن باشه، ولی اگر بخواید یه سوپ مجلسی و خوشمزه داشته باشید میتونید برای پخت مرغ کمی روغن اضافه کنید. اگر بخواید کاملا برای بیمار باشه از روغن اصلا استفاده نمی‌کنید. اما اگر بخواید یک مقدار مجلسی ترش کنید میتونیم سینه مرغمون رو با یک قاشق غذاخوری روغن مایع سرخ بکنیم و بعد بذاریم آبپز بشه. آبش رو صاف میکنیم. در ادامه برنامه رو ادامه